بچه‌ها به ولاگ دوممون خیلی خوش اومدین. تهرانگردی‌های آباد، این بار لاله‌زار، مقصد خونه دایجان ناپلئون. نوابی بهمون بگو امروز کجاییم، کجا می‌خوایم بریم؟ سلام به همگی، از بوشهر تا یزد تا تهران همه جا با هم هستیم. امروز لاله‌زاریم. میخوایم که در واقع یعنی از میدون توپخانه شروع کردیم، مسیر لاله‌زار اومدیم به سمت بالا، از قصه های سینماها و تئاترای در واقع قدیمی تهران که بعضیشون دیگه الان نیستن گذشتیم. الان توی لوکیشن خونه اتحادیه ایم، لوکیشن فیلم در واقع دایجان ناپلئون و همین مسیر میریم به سمت در واقع بالا تا احتمالاً پیرنیا فکر می‌کنم. مرسی. بعد یه چیزی که بگو دایجان ناپلئون کتابش رو خوندی؟ شخصیت مورد علاقه تو هم بدونم کی؟ یادم رفت. مشق قاسم. مشق قاسم. تا قبر دروغ چرا؟ من اصلا بعد اینکه تازه تور شرکت بکنید، بعد تازه اینکه چه مسیر جذابی رو انتخاب کردید. تو بیاین لاله‌زار و مطمئنم که قصه‌هایی که تا الان به خیابان لاله‌زار شنیدید خیلی براتون هیجان انگیز بوده. جایی که دارین قدم میزنید دوستان یک سایت موزه است. یک سایت موزه خیلی جذاب که در ارتباط با خانه اتحادیه هستش. نیازه که یه کوچولو هر جای تا ایستاده رو نگاه بکنید. نیازه که یه برگی از این خونه رو ورق بزنید به سال 1394. تقریبا فکر می‌کنم از سال 90 تا 94 دوستداران میراث تهران مطالبه این رو داشتن که اینجا باید حفظ بشه به خاطر که یک تیکه از تاریخ و هویت تهران در خیابان لاله‌زار هست. به اضافه اینکه خانواده اتحادیه که خانواده خیلی بزرگی هستن هم به واسطه اینکه اینجا خونه اعیانی اشخاص مهمی اینجا بودن و دیگه خب در توانشون نیست که کاری برای اون بکنن و باید یک ارگان دولتی اینو حمایت بکنه، نیز مطالبه اینو داشتن که کسی بیاد اینجا رو بخره. در نتیجه تو اون زمان به وقت آقای مسجد جامعی به عنوان رئیس شورای شهر تهران و آقای قالیباف این آستین‌ها بالا زده شد و اینجا خریداری شد. توی عکس‌ها می‌بینید تمام این عکس‌ها فرایند مرمت خونه رو داره نشون میده. موقعی که اینجا خریداری شد خیلی فضای مخروبه‌ای داشت. کاملاً تمام عمارت‌ها به خاطر اینکه رسیدگی بهش نشده بود دچار آسیب و فرسایش شده بودن. برای همین نیاز بود که با حضور یک کارشناس اینجا خاک برداری حفاری براش انجام بشه. تو کشی نداریم دیگه، آب و انبار جزو فضاهای خیلی
برای تامین آب میکنه، آب هدایت میشه و آب انبار پر میشه. قناتی هم که اینجا رو داره تامین آب میکنه از سفارت روسیه داره به این سمت میاد. هنوز این قنات زنده است و یه وقتهایی توی منطقه حالا با هماهنگی که انجام شده در واقع مهارش میکنن، آب مهار میشه دوباره میاد توی ساختمان و ما باهاش حوضامون رو پر میکنیم. این فضای جذاب پر از تزیینات وابسته به معماریه. تمام اینهایی که زیر پای شما قرار دارن، از جمله گچبری ها که بعضیش کاملا مشخص گل‌های لندنی و تزیینات فرنگیه و کاشیکاری ها، مجموعه کاشی های 7 رنگی که شما میبینید، به اضافه یه سری اشیا که دوستان هیچ کدوم از اشیا باستانی نیستن، هر دیگه تهش رسیده به دوره قاجار. چون خیلی از دوستانی که میان اینجا بگم یه ذره فضا وجود داره و فلزیاب میاد، من اینجا دفینه‌های خیلی متفاوتی پیدا خواهد شد. رو ببینید، اینا رو ما به عنوان شاهدای بنا براتون گذاشتیم. تو محبت اگه قدم بزنید بازم نمونه این رو پیدا می‌کنید. دست راست من عمارتی که می‌بینید محل زندگی خود حاج رحیم اتحادیه بوده. روبروی ما خونه مسعود و فرح اتحادیه. خونه‌ها دوستان همه به هم راه دارن. قطعا اگه بعد از مرمت اینا فضاهاشون باز شده نسبت به هم، این به این معنا نیست که حریمی نبوده ها، دیوارها برداشته شده و این زیرزمین ها اصلا همین فضای زیرزمین که الان نمازخونه است کاملا به حیات پشت اینجا در ورودی داره، در داره و راه داره. خب اما موفقیت این قسمت بابت فیلم دایجان ناپل اونه. آقای ناصر تقوایی میگه که من همه لوکیشن های تصویریمو تو همین عمارت گرفتم، یعنی خیلی جایی که کوچه است، مدرسه است یا حمامه از همینجا استفاده کرده و یه درصد زیادی دکورهای ساخته شده است که کاملا اینا بعد از فیلم از بین رفته دیگه. یادم 94 که ما اینجا خیلی تردد داشتیم بابت اینکه این مطالبه رو به نتیجه برسونیم و خریداری بشه. آلاچی بود هنوز، من عکساشو دارم. آلاچی بود که حالا بعداً اینو برداشتن. یا اینکه مثلا اون نسترن معروف موقعیت مکانیش دقیقاً اون وسطاست که ماکس بوده، یعنی اصلا یک دکوریه که قاعدتاً تا الان موندنش هم جای تعجب نداره که الان نیست، جای تعجبی نداره مثلا. اما این ساختمون روبرو توی فیلم دایجان ناپل اون تو قسمت اول دقیقاً یک سکانس هستش که زابی میگیره روی یک پنجره، این کلوزاب و اون پنجره دقیقاً اون پنجره وسطه. که دایجان میاد وای میسته عباشتنشه. زندگیات آقای نقشینه تو درگاه این پنجره قرار میگیرن. خب حالا با این توصیفا اینجا میشه خود دایجان. اینجا میشه خونه دایجان، این طرف خونه آقاجان، بریم خونه فرهنگ رو با هم پیدا کنیم. بیاین لطفا. مشقاسم هم پس احتمالاً این پایین بوده. مشقاسم همون قسمت آب انباره.
گذشت بهت؟ بله حسابی لذت بردیم. حست چی بود؟ خیلی لذت بخش بود. آره حالا اگه چیزشو بخونی، کتابشو بخونی یا سریالشو ببینی سریالش اصلا دیده بودم ولی کتابشو بخونی خیلی کتابش اصلا تو لیست کتابایی که قرار بخونم هست. آره فقط چاپ بدون سانسورشو پیدا کن. من چون همیشه نظر معماری و گردشگری میدم به نظر میاد که اون سالم امیدوار میکرد به مرمت در آره من خیلی خوشحال شدم که مرمت شده چون من یادمه یه سال قبل از اینکه اینجا مرمت شه من اومدم و دقیقاً از این دره یه تیکه از صدای دایی جان ناپالون گذاشتم پخش بشه، انقدر که دلم میسوخت اینجا مرمت نشده. موقعی بود که هنوز اینجا خرابه بود.